الحمدلله از طرف امارت اسلامی افغانستان زمینه تحصیل برای جوانان مهیا شده است. بعد از حاکمیت امارت اسلامی افغانستان جناب شیخ صاحب نشسته هستند. در تمام افغانستان برای پیشتی و دکترا کدام چیزی وجود نداشت. اگر داشت هم در شرایط در ننگرهار یک دو یا در اینجا در کابل هم همین قسم. الحمدلله ما در اینجا در پوانتون بین المللی در علوم طبیعی هم در رشته دکترا در اینجا زمینه برابر شده است. برای فعلا محصلین در اونجا مصروف تحصیل هستند. در طب، در زراعت، در انجینیری، در شرایط خود قبلا هم بود، برای فعلا او را هم وسعت داده شده است. و در ماستری هم الحمدلله در رشته هایی که در افغانستان ما ضرورت داشتیم اما تا حال در اینجا موجود نبود، مثل بایومدیکل انجینیرینگ و بعض رشته های دیگر همه در اینجا زمینه برابر شده است. جوانان عزیز می توانند در اینجا ظرفیت علمی خود را ارتقا بدهند. انشاءالله امارت اسلامی افغانستان، وزارت محترم تحصیلات عالی، پوانتون کابل همه در خدمت شما هستند.